استاد اگر نمید شه عروس مقصد توی میکنن استاد در رستوران توی حافظی میکنن سر استال میکنن استاد حتی میپوشن همین نکاحشون بریده میشه استاد یا کی نمیشه؟ نکاح تا یک عملی کفر نکنید بریده نمیشد. اگر همین کارهای مثلا عرق حلال گوید بعد نکاحش بریده میشه. نه مقصد عرق نمیکنن چی میکنن استاد؟ حافظی میکنن دیگراش میکنن حافظی هم حرامه. این کارهای کردنش گناه هست لیکن نکاح باطل نمیکنه. اگر اعتقاد کند که توی اسلامی همین است یعنی باید همین خیلی کارا کنی یعنی زنک بروری به مردم این کارا خطرناک است. یعنی تا یگان نواقضی اسلام شکننده های طهارت است کو شکننده های اسلام است نعوذ بالله. آدم یک گپی گنده میگه یک گپی کفر میگه از دین میبره. انا همین وقت بگ او از دین که برآمد اگر همسرش مثلا در دین باشد یکتش کافر که شد نکاح کافر مسلمان باطل است. اگر هر دوشان برابر مثلا گوید که همین ما به الله کافر هستیم ما دین اسلام قبول نداریم گوید هر دوشان کافر است نکاحشان صحیح است. نکاح دو کافر درست است خیلی که نکاح دو مسلمان هم درست است. الله تعالی در قرآن نکاح کافرها و مشرک‌های اقرار کرد گفت که و امرأته حمالة الحطب زنی ابو لهب هم به دوزخ می درآید گفت. یعنی ابو لهب مشرک بود و دشمن الله بود دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود امک پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرش ام جمیل ینگه پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا هر دوشان مشرک بود. اینا هو پیامبر علی به دنیا نآمده صلوات الله و سلام علیه اینا نکاح کرده بودند. نکاح زمان جاهلیت طبق شریعت نبود نکاحشون. الله تعالی گفت که زنی ابو لهب گفت و این چونین در قرآن گفت که و امرأت فرعون زنی فرعون گفت. فرعون مشرک یک دشمن الله دشمن پیغمبر الله یک شخصیتی که دعوای خدایی و الهی کرد طبق بیدینی نکاح کرده بود اگرچه همسرش زنی صالحه بود یعنی اون طبق همون دین فرعون نکاح کرده بود. الله تعالی و امرأت فرعون زنی فرعون گفت یعنی نکاحی زمانی جاهلیت اقرار کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من از همین پدر و مادرم شروع تا حضرت آدم 500 پدر داشتیم. 500 پدر به این معنا که مثلا بابای مادریشون هم پدر حساب میشد بابای پدریشون هم بعد بابای و مادر کلانی پدریشون با پدرای هر دوش مادر کلانی طرفی مادریشون پدر کلانی طرفی یعنی بابای مادرشون از طرفی مادرشون هر دوشون با پدرش پدری مادرش مادر کلانشون هم پدری باباشون هم دوتا پدر میشد. میخوام 500 پدر یا 500 مادر تا حضرت آدم و حوا میرد یگان تاش زیناکار نبود گفتن. در بین نسباشون آدم‌های مشرک بود. یکی از باباهاشون شرک به مکه آورد. مکه مردمی یگانه پرست بودن چون که مکه اساسگذارش حضرت ابراهیم علیه السلام هستند. بعد حضرت ابراهیم اسماعیل پسرشون پیغمبرها مکه را اساسگذار این دنیا پیغمبرها هست. اولین آدمی که در دنیا زندگی کرده حضرت آدم علیه السلام پیغمبر الله هست. بنابراین یعنی که اساسگذار این دنیا اساسگذار تمام کشورها پیغمبرها هست چون که وقتی که حتی حضرت نوح هم بعد اینکه کشتیشان آمده به زمین فرو آمد بعد 150 روز تمام مردم دنیا وفات کردگی بود غیر آنهایی که در داخل کشتی حضرت نوح. همین دنیا از همین 3 پسرای حضرت نوح هست. یعنی با بینیم من مردم افریقا از یکی از فرزندای حضرت نوح هست. مردم آسیا و اروپا یعنی اورو آسیا اروپا و آسیا اینا از یکی از فرزندان حضرت نوح هست. و مردم چشم تنگ ها یعنی قسمت شرق آسیا یعنی خیتای و ویتنام و کامبوجی و هم طرفا ژاپن کره اینا یکی از فرزندای این چونی یعجوج و معجوج و اینا همش یکی از فرزندای حضرت نوح.
یعنی اساسگذار این دنیا، اساسگذار تمام دولت ها پیغمبرها هست. انا مثلا اسرائیل نسبتا به کی؟ نسبتا به حضرت یعقوب علیه السلام پسر حضرت اسحاق. یهودها نسبتا به حضرت موسی علیه السلام. مردم نصارا، تمام نصرانی های دنیا که امروز یکی از یعنی که سرنفوذ، یعنی یکی از دین های سر آدم، این نصرانی ها هست امروز. تمام مردم اروپا، انا روسیه و گوییم این چی ها، بلاروس و اوکراین و اینا همش نصرانی. امریکای جنوبی، امریکای شمالی، اکثر اینا نصرانی هستند. در افریقا هم هست نصرانی ها. یعنی این نصرانی ها هم امت حضرت عیسی علیه السلام. دیدید اساسگذاران دنیا پیغمبران هستند. برای همین یعنی نکاحی باباهای پیغمبر صلی الله علیه و آله بعضش مشرک بود. من یکی از باباهاشون چه خیلی گفتیم از دمشق شرک آورد به مکه. مکه در دین حضرت ابراهیم و اسماعیل بودن. رفت در بازارها بت‌های آنها دید، معقول شد بت خرید آمد به مکه و مردم مکه مجبور کرد، سردار قبیله بود، این بت عبادت کن. گفت با مردم آهسته آهسته به دین شرک روی آوردم. گفتن همون بابا ما در دوزخ دیدم روده هاش کشاله کرده میگشت. همونها بابای پیغمبر است. نکاحشون نکاح است، چون که من گفتن از نکاح به دنیا آمدم، تا حضرت آدم بنی از نکاح به دنیا آمدم، نه از سپاه، از زنا به دنیا نآمدم. در پدرهاشون آدمای مشرک بود، کافر بود، لیکن زناکار نبود. فهمیدید؟ همه تمام مادر کلاناشون از طرف پدرم، از طرف مادرشون همش قریب 500 مادر بعض علما حساب کردن یگان تاش زناکار نبودگی، مشرک بودگی، بیدین بودگی، لیکن زناکار نبودگی پدرهاشون هم. یعنی که نکاح زمانی جاهلیت هم قرآن اقرار کرد، هم حدیث اقرار کرد. بنابراین مثلا بینی در خطای دو کس رسما نکاح کرد، از اونها فرزند به دنیا آمد و ولد و زنا نمیشد. یا در روسیه دو نصرانی رسما نکاح کرد، هم تو پرینو چینه دیوشکنه حقانه رفتن نکاح کردن توی دادن، همین زنا نمیشد. فرزندای همین ها ولد و زنا نیست. بنابراین اگر همین دو آدمی که مثال خودش تاجیک است و پدر و گذشتگانش مسلمان است و لیکن خودش گفت که ما مسلمان نیستیم یا ما عرق حلال میشماریم، گفت هر دوشم برابر، هر دوشم از دین برآمد، نکاحش درست است. لیکن یک تاش مسلمان باشد و یک تاش از دین برود، اینجا نکاح باطل میشد. فهمیدید برادر؟